مشکل این جامعه اینه که یک نفر کرده آقا، به او حق همه چیز داده، هیچ بازخواستی هم ازش نمیکنه، بعد تمام مردمان جامعه شدن رعیت و بنده. نه خیر، همه ما آقاییم. اگر قرار اصلاحاتی اتفاق بیفته، اگر قرار تحولی تو این جامعه اتفاق بیفته، همین صده باید برداشته بشه. یه نفر اون بالا نشسته به مهدی وصله. حالا چرا به مهدی وصله؟ چون عبادت میکنه، چون نماز شب میخونه، چون نمیدونم این کار میکنه، چون اون کار میکنه. خب این که هر کسی میتونه مدعی باشه که آقا من ولیم. شما یه ولی بذاری اون بالا، بگی این وصل حقیقت نزد او هست و بس، بریز پایین، همه تکرار کنن. اصلا شما دقت کنید چرا این کلمه رو به کار میبرن آقا؟ چرا اسم نمیگن؟ چون این کلمه کوچیکه، همه جا میتونه بره، در تمام جلسات، در حرف همه میتونه بیاد. آقا فرمودن، آقا فرمودن، آقا فرمودن. این یعنی قدرت منتشر کردن یک شخصیت در کلیت جامعه، که افراد همین که کلمه آقا رو بشنون دیگه اصلا سکوت کنن، عقب برن، پس بکشن. آقا گفتن، آقا فرمودن، مطابق نظرات آقا، منهیات آقا. این کلمه کوچیک کل ساحت این جامعه رو در بر گرفته. فکر میکنه اگر دولت مثلا از دولت احمدی نژاد بشه دولت اعتدال، یا از دولت آقای رئیسی بشه دولت آقای پزشکیان، مثلا اتفاقی میفته. نه بابا، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اینا که همه صاحبان قدرتن، همشون هم همون کسانی هستن که فکر میکنن یه آقا دارن، خودشون هم نوچه های آقا هن یا رعیت آقا هن، و باید اتفاقا آقای پزشکیان گفت دیگه من اومدم فقط حرفای آقا رو اجرا کنم. این غلطه. کل مردمان یک جامعه، کل جمعیت یک